زیارت است به نام امام ابو حنیفه غازی. زیارت سردار محمد حنیفه غازی، شاه عالم شیر اکبر امیر المؤمنین غازی شهرب، فرزند خوانده مصطفی بن بیبی حنیفه، دختر سلطان خیبر و فرزند حضرت علی کرم الله وجهه. باز این قبر در دوران جمهوریت دو سه بار شوکان نبودن که نه فهمیم شوکی کان معلوم نبود. داری نسبت به ما این قبر پیشتر اشاره کردی که از نگاه شرعی درست نبود که اولاد میخواین و کسای مثلا بچه ها یا دخترها میان میگه دعا میکنن و گفته مولا که با ما شاور بده با ما شاور بده. دوستان عزیز در تصویر این سوراخ هم ایسا کج پلیچ هست راستی گفتم نیخ ما خود رفتیم و پیش هم دیگه یک دیوال معلومه این مردگاه باشی پرنها باشی یک سلام و درود نثار شما بیننده های عزیز، خدا کنه خوب و صحت و سلامت بوده باشین، شب و روزتانه به خوشی و خوبی کنار فامیلتان سپری نماین. دوستان عزیز در مرکز ولایت کاپیسا هست، منطقه ریگروان. شاید شما شنیده باشید که در منطقه ریگروان یک زیارت است به نام امام ابو حنیفه غازی. با شما عزیزان یک جای میریم، یک مکان تاریخی که مسماست به اسم امام ابو حنیفه غازی به شما عزیزان به تصویر میکشیم. فراموش نکنید چینل یوتیوب هموطن فنس را سابسکرایب کرده، لایک و کامنت های زیبایتان را برای ما بفرستید و با دوستانتان هم شیر نمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. باش که مدام بینتون استاد چطور هستی کاکا جان؟ شکر است خوب است. بخیر هستی؟ شکر فضل خدا. خودت خوب هستی مولای؟ فضل خدا بخیر سلمان ان شاء الله خوب هستی؟ بخیر هستی؟ ان شاء الله. شب و روز بخیر. شکر بخیر باشی. فضل خدا خوب هستی. ما شما خوب هستی ان شاء الله؟ بخیر و سلامت باشی. قسمی که جای تاریخی مشهور است، نامش شهرتش سر زبان ها است. بله. یک کمک معلومات بیشتر درباره این مکان تاریخی داخل است که همون سوراخ است و چیزایی که ساخته شده از مسابق، یک کمک معلومات بیشتر اگه برای ما ارائه کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم غلام محمد، ولد مولا ملنگ از قریه ریگروان. چیزی که ما معلومات درباره ارتباط زیارت داریم که از دان موسیفیدا و پدرای خود شنیدیم، این به نام زیارت محمد حنیفه غازی ریگروان است و بچه شیر خدا. همین شنیدیم که در دوران انگلیسا فهمیدی جهاد کرد، بعد از جهاد فهمیدی هستی که کفار زد باسی دعا کرد یا الله زمین دو کف که مدزی درهم با گفت موسیفیدای ما و علمای ما که زمین دو کف شدی زیر در آمد و معلوماتی که خود ما داریم در زیارت قد می‌داریم با یک گردی است و یک قبر است، با یک سوراخ است. این سوراخ مسافه یک 20 متر 30 متر که میری پیشتر هم تو دیگه پیشرید بند میشه، دیگه رفتن نمیتونی، پس هم تو بلخشک پسکایی میگی. ما چیزی که معلومات داریم امی به نام زیارت محمد حنیفه غازی است. دیگه چیزی معلومات اضافه نداریم. تشکر. سلامت باشی جناب مولای صاحب، بخیر باشی. کاکا جان شما آیا در غار داخل شدین؟ بله شدیم. چرا نشیم؟ در دوران روز میگه با ما یک پیچ سپه نان میورد، یک قوا بود داشت قرار ما یک خو میکنیم که ملنگ زیارت باز نان هم میورد. باز روز که میشد میدر آمدیم، شب که میشد میبر آمدیم پیش ملنگ زیارت قرار دستاندلی میشیم. بسیار زحمت ها را ما کشیدیم. والا بخیر و سلامت باشی آجی صاحب. امی ملنگ زیارت آل است یا نیست؟ نه ملنگ زیارت آل نداریم. ملنگ زیارت نیست فعلا کسی؟ فعلا هیچ کسی نیست. این زیارت از اول و ابتدا همین قسم ساخته شده بود؟ از ما اول ابتدا همین قسم ساخته بود. اول ابتدا او خونه یکاش بود، با اون که خراب شد قبر جور کردن، با اینجا جور شدن که میدانی آواری بود. اول سوراخ طرف بود؟ اول دروازه شوجه بود. دروازه شوجه بود. بله دوستان عزیز شما خود تصویر فعلا همین مکان هم میبینی. خب اولین باری که ساخته شده در این قسمت که شما در تصویر میبینی اینجا بوده. با نظر به البته خراب شده چی دوباره اینجا ساختیم. دروازه ای طرف بوده، خود سوراخ هم اینجا بود. دروازه بله دروازه ای طرف بود. امکان داره بریم داخل از نزدیک ببینیم؟ میشه که داخل هم داره، میشه رفته میشه. مهربانی کنید بوتای ما را بکشیم. بریم ما ایسا بیا. مهربانی. بری شما بری. برو دوستان عزیز بیننده تصویر باشه.
زیارت سردار محمد حنیفه غازی شاه عالم شیر اکبر امیر المؤمنین غازی شهرب فرزند خوانده مصطفی بن بیبی حنیفه دختر سلطان خیبر و فرزند حضرت علی کرم الله دوستان عزیز، قسمی که شما بیننده برنامه بودین و چیزی که در تصویر دیدین، ما پله های زینه را طی کردیم، آمدیم به امی جایی که این قسمت اینجا سوراخ سوراخی قسمت است و اینجا یک مثل مغاره ساخته شده. اما قسمت اینجا مثل یک قبر بود. اینجا قبر بود. اینجا قبر بود به طرف قبله و آفتاب برآمده. باز این قبر در دوران جمهوریت 2-3 بار شو کنده بودن که نه فهمیدم شو کی کن معلوم نبود. این کندن که به خاطر که دیگه کدام آثار تاریخی کدام بت چیزی از بون خاطر این کندن این قبر گم کردن. اینجا این سوراخی که است به مسافه 20 متر یا 30 متر که پیش میری با این سوراخ پیشی بند میشه دیگه. این سوراخ ما که خود بچه بودم رفتیم اول رفتن نمیشه که چون ما بزرگ شدیم و خود بچه بودیم این سوراخ خورد است. مسافه 20 متر که رفتیم بود باش پس بود سوراخ پس در آمدیم دیگه پیشی هم بند است دیگه رفتن نمیتونی. تشکر. که میگفتن که چه پشک گوشخوره گفته بودن یکیش از غازی برآمد. رای پشک نیست. ای دیگه سوراخ بند است. من خودم که رفتم معلومات دارم باشه میخوردیم چی میخوردیم ای دیگه سوراخ نیست. تا میگه که مسافه 20 متر که میری یا 30 متر خدا قرار میگیره با دیگه ای سوراخ نیست. پشک چی رقم بوده درآمد با غازی برآمد. این سوراخ باشه میذاره. هیچ بچی خود روان لکنه میگه مثالش برسای کنه ببینه. این که پا پیتویست که مردم میگه ما پشک علاقه در غازی برآمد. این پا همین قسم یک موضوع را ما هم شنیدیم با مو خاطر که همین موضوعی که می گفتن پشک جیلا شده در غزنی برآمده. ای که حقیقت داره نداره خود سینما هم خورد از قدر موضوعات تاریخی را دقیق نمیفهمیم. و موضوعی که اول اشاره کردی جناب مولوی صاحب این قسمت گفتی قبر بود. این قبر تخریب شد توسط اشخاص نامعلوم. اینجا قبر بود. قبر هم بس با طریق شریعتش نبود که فهمید مثالش قبر بالا پایین باشه. قبر با چیزی بود بالا آفتاب برآمد و قبله بود. باز دوران جمهوریت این قبر شو کنده بودن. دیگه معلوم نبود که شخص کی بود که کندش معلوم نبود. این خودتون عالم دین هست زیادتر از دین آگاهی داری نسبت به ما. این قبر پیشتر اشاره کردی که از نگاه شرعی درست نبود. شرعی فهمیدی قبر بعد که دفن میشه آدم که دفن میشه با شما دفن میکنیم مرده خدا به طریقه سنت میکنیم نه. و با شما قبر که چیز میکنیم بالا پایین میکنیم نه. یه دقیقه میکنیم قبر. این قبر به طریق بود. این خود ناروا است کردن. آیا شما گمان میکردین که اینجا کسی دفن باشه؟ نه معلوم نبود که دفن است. معلوم نبود. یعنی بزرگا با شما آثارش بود. آثار جایش بود مگر مشخص نبود کی بود. بعد از اون که قبر کندن و چیزی بود نبود تو خو پشت پرده که به خدا معلوم که چی با بعد از اون دوباره اجاره شما سمت کردی. این مردم سمت کرد. همین ملنگ آمد باید یه دویش سمت کرد مردم میگه بیشتر یک دونه کنه. یعنی چند سال پیش این قبر کندن؟ این قبر فقط یک 6-7 سال پیش دوران کرده بود کندن. 6-7 سال پیش دوران کرده تقریبا بیشتر از 10 سال میشه. 10 سال میشه اون وقت دیگه. این چی است؟ دوست من یواش شام در میتن. اینجا که من فهمیدی سیاست میشن. بیا اینی طرف پیش مولوی صاحب که قصه کنیم مردم ما. اینجا شام در میتن. اینجا شام در میتن فهمیدی. این سیاست که من فهمیدی شام در میتن دیگه من دیگه این کارا خوب نیست است. دیگه شریعت اسلام خوب نیست که با میگیرن تو گنگوشک جور میکنن و یک گودیک جور میکنن و دوجه میخوانن که خدا ما اولاد بده. خدا اولاد بخواه نه از جارن جارت یک شخص است کار همیجا میکنن اینجا کار نیست چند دانه چوب است خلاص با یه چیز میکنن
یگان چوب در میتن شمام در میتن اینجا با یگان شوی مردم با پودری هم بعد اینجا اینجا من فهمیدم شب تیر میکنن اینجا که امی کسایی که میان به زیارت فعلا اینجا کسی دفن نیست کسی دفن نیست فعلا کسی دفن نیست فقط اونجا یک سوراخ هست که سوراخ فقط هم تو روی بدل رفته میتونی و دیگه دور خوردم نمیده باید پس هم تو پس برای تو پس دیواز برای دیگه قسمی که شما گفتیم ما خو رفتیم تا اون طرف هم دیدیم تا آخرش این گپی که پشکی جیلا شده در غزنی برآمده این هم باطل است دروغ پیش دیگه راه نیست چون اگر سوراخ باشه که جب فهمیدیم سوراخ بشیر مخده باشیم فهمیدیم شاید که رفته باشه ولی بیخی این سوراخ دیگه نیست مسافه یک 20 متر که میری دیگه بیخی بند است کلا نمیره خمه دیوار است این دیگه سوراخ نداره اینجا هم در داده اینجا هم در داده کارایی بگن میسازه که من فهمیدم شمن برام در میتن فهمیدم چیز برام در میتن فهمیدم تل برام در میتن این دیگه پس دیگه زیادتر همی دعا دهی زیارت که خدای به ما اولاد بده نه بعد زنا میان یکان کارای ناروا مثلا نمونه کار ناروا بجز که از اولاد میخوان به سر وقت ما برسی مردان شانشینی به سر وقت ما برسی این گپا بد است دعای آیا از جا میخوان دعا از این میخوان دعا نباید خداوند بخواد بله صاحب سعی که پیغمبر اسلام میگه که شما از الله هرچی میخوای از الله بخوای از من نخوای ما هم یک بشر هستم نی این یک ذات هم یک بشر است پیش خداست این ما دعا کنیم یا الله اگر میذارد حقیقت داره حقیقی است پیش تو فهمیدی قابل قدر است به برکت از این ما را ببخش خدای ما را ببخش یا بعد ما ولی بذارت عقیده هم نارواست که بقیه بذارت عقیده کنی که تو به سر وقت ما برسی وزارت تو به ما اولاد بتی وزارت این خفا کلمه شرک است آدم از خدا امرش بخوای اولاد میخوای از خدا بخوای دنیا میخوای خدا بخوای بخش میخوای از خدا بخوای نه از زیارت بذارت عقیده هم خوب نیست تشکر مولای صاحب اینجا خوب مردم زیاد میاد کسای دوستان عزیز به گفته مولای صاحب کسای میاد اینجا کشن در میتن و اینجا بعضی سوراخ هاست در قسمت های سنگ کنده شده و اینجا یک مثل یک دیگدان است دیگه داخل یک چند دانه چوب چند دانه چوب از شما میبینید که اینجا رو جنگل نکنیم مردم میاد دعا میکنه میگه که اولاد میخواین و کسای مثلا بچه ها یا دخترها میان میگه دعا میکنن و گفته مولای صاحب با ما شاور بده با ما شاور بده که در اصل و گفته مولای صاحب که سابقی این قسمتی که فعلا ما هستیم میگه یه قبر بودی قبرم از نگاه شرعی مشکل داشت دیگه کدام شب کدام نفر میایم قبر میکنه که هیچ کس نمیفهمه که کی کم میره و میگن که کدام چیز تاریخی بوده از اینجا بردینش دیگه طرف مقابل ما پیش روی یک سوراخ هست که سوراخ هم خورد از دیگه رفتن نمیشه فعلا اون سوراخ تو یک 20 متر 30 متر که میری با دیگه فهمیدی خورده دیگه پیش بند است این چیزی که ما داریم در ارتباطات به شما ترجیح دادم از این زفا دیگه مشکل نمیفهم شما بگید ما چرا که زفا داریست باش که من این لایت ما از این ساحه هستم بخیر این باغ ما است این زمین ما است بعد خانه ما میجاز تو باش که می بیا کامرامن پیش نه ما داخل نرم داخل نمیشه کنی تا اونجا میتونی با پیش نمیتونی تصویر با دم خوردن بچه خود میتونی خود بلا میدونم دم خوردن تصویر میتونی فیصل یک بچه یک باند پیدا بود خوب یک بچه دیگه رفته بود در موجا با بغل خدا کرده بود قرار قید شده بود دیگه بوره چه قسم با مشکل کشیدیمش بوره بسر رفتم چکن تیره کردیم سرش تیره کرد اون طرف پایش کش کردن پایسا دوستان عزیز در تصویر این سوراخ هم ایسا کج پلیچ هست راستی گفتم نیخ ما خود رفتیم و پیش هم دیگه یک دیوال معلوم میشه که دیگه چیزی نیست نه آدم چیزی که دیده باشه بوده بعد تو یک ازافستانی خودش فهمید دیگه نیست که دوستان عزیز جایی که براتون گفته بودم مکان تاریخی اینمی قسمت اینمی سوراخی که جای است داستانی که ما شنیده بودم میگفتن که جک به شک ایلا کردیم در غزنی برآمده او که پشت پرده حقیقت داره نداره او به خدا جان معلوم مام او شده دیگه مام نمیفهمیم دیگه جناب مولای صاحب یک امین لایت بگی یک روشنی انداخت در این باره بر ما بیننده برنامه باشین از 4 دو بغل از این مکان تاریخی دیگه هم تصویر برداری میکنیم
قسمی که شما دیده امی جایی که امام ابو حنیفه قاضی بوده که مولوی صاحب زیادتر شرح براتان بیان کرد. حال مبرایم بیرون که بعضی آثارهای تاریخی در 4 طرف زیارت هم دیده میشه. بیننده برنامه ما باشین. اینجا راه بسیار تنگ است. دوستان عزیز، در یک جایی که اینجا هم روایت تاریخی داره که کاکایم بر میگه که این منطقه که پشتر ماست کمک دورتر است، خب جایش فعلا دیگه اولی ساخته نیست و آثار شده. میگه یک قبر کافر بود که بیشتر توضیحات خود آقای صاحب میده. آقای صاحب موضوع چه قسم بود؟ همون خب بنامی که تو تیر میشینی میگفتی مردگاه باشی پرنها باشی یک سر قبر کافر یک سنگ نپرتیم اون یک سنگ رو میکنیم میخیزیم میرویم بالاخره که کوشد بنام قبر کافر شد. اینه همه تو سونه مولوی صاحب. خب اینا مردم میگه باید که اینجا تیر میشی بالای اینجا سنگ بندازی. مردم میگه بله مردم میگه با سپیدا قدیم بچه‌ای که گفت میگه ما که تیر میشیم یک سنگ تو میگفتیم میپرتافیم خلاص. یک دانه یا زیاد؟ یک سنگ میپرتافیم میره. کوچه. اونجا یک چی میگن سنگلاق جور شده بود؟ سنگلاق جور شده بود بله. حالا از بین رفته خراب شده؟ حالا دیگه کندن دیگه تیتو کندن سنگای تیز پیچه دیگه ارسونا کوت است. تشکر آقای صاحب، بخیر باشید. آرام باشید. شما بخیر باشید، بخیر برید طرف وطنتون. بخیر و سلامت.